پرسیدید جواب میدهیم. برای راندن واسطه نقلیات در حالت مستی چی جزا پیش بینی شده است؟ جزا برای راندن واسطه نقلیات در حالت مستی یا تحت تاثیر ماده های نشه‌دار موافق دو سند حقوقی اساسی معین کرده می شود. یکم این کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان می باشد. طبق ماده 332 برای اداره واسطه نقلیات در حالت مستی جریمه به اندازه 300 نشان دهنده برای حساب‌ها یا حبس مأموری با مهلت تا 15 شبانه روز با محروم کردن از حقوق اداره واسطه های نقلیات با مهلت تا 5 سال تعیین کرده می شود. دوم این کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان می باشد. اگر راندن واسطه نقلیات در حالت مستی تکرارا انجام داده شود جزا با نظر داشت ماده 212 تطبیق می شود. این ماده جریمه رو از 500 تا 1000 نشان دهنده برای حساب‌ها یا محروم کردن از آزادی رو با مهلت تا 2 سال پیش بینی کرده است. با سوال دارید پس با ما نویسید. راه آسانی رفع تشنگی و خستگی کدام است؟ شربت های نور زلال انتخاب بهترین برای برقرار کردن توانایی و احساس نیرومندی. نور زلال لذت و فایده در هر یک قطره.